سوره قلم در مکه نازل شده است و از 52 آیت عبارت است. اگر ترجمان و یا ما کجای به خطا راه داده باشیم، طلب دعا میکنیم که الله ما را بیامرزد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. نون والقلم وما یسطرون. نون. الله سوگند یاد می کند. سوگند به قلم و آنچه می نویسند. فرشتگان و آدمان از خیر و نفع و علم ها. ما انت بنعمت ربک بمجنون. که تو ای رسول به فضل پروردگارت که پیامبری و رسالت را بر تو ارزانی نموده است دیوانه نیستی. و این لک لاجرا غیر ممنون. بیگمان برای تو ای رسول آنچه از سختی ها کشیده ای بر تبلیغ رسالت مکافات پایان ناپذیر است. و اینک لعلی خلق عظیم. و هر آینه تو ای رسول بر خلق عظیم هستی، یعنی و یقینا تو اخلاق بسیار نکو و والای داری. فستبصر و یبصرون. بزودی ای رسول میبینی و آن کافران نیز میبینند. بأیکم المفتون. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. که دیوانگی در کدام یکی از شماست. البته پروردگاری تو بهتر میداند چه کسی بدبخت است و از راه هدایت او گمراه شده است و او به پرهیزگاران راه یافتگان یعنی به دین حق داناتر است. فلا تطع المكذبین. پس ای رسول بر دین خود استوار باش و به دروغ شمارندگان اطاعت نکن. ودوا لو تدهن فیدهنون. تمنا و دوست دارند که با آنها نرمی کنی تا برای تو نرمی کنند. ولا تطع كل حلاف مهین. و ای رسول از هر فرامایه یعنی پسته که بسیار سوگند میخورد پیروی نکن. هماز مشاء بنمیم. عیب جایی که برای سخنچینی اینجا و آنجا می رود و میان آنها فساد می آرد. مناع للخیر معتد اثیم. بازدارنده از خیر که بر خیر کردن مال بخیل است. از حد گذرنده که به مردم تجاوز می کند. گناهکار که بر حرام بسیار دست زده است. عتل بعد ذلك زنیم. دغل مرده که بدخلق و بدرفتار است. زنا زده یعنی حرام زاده بی پدر. ان کان ذا مال و بنین. به خاطر که صاحب مال و فرزند است سرکشی کرد و از پذیرفتن حق تکبر کرد. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. چون یکی از آیات ما بر او خوانده شود آن را دروغ شمارد و گوید افسانه های پیشینیان است. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. بزودی بر بینیش داغ گذارم
که نزد مردم با آن داغ بد شود. هر آینه ما اهل مکه را با گرسنگی و قحطی آزموده ایم، چنان که صاحبان آن باغ را آزمودیم. آنگاه که میان خود قسم خورند که فردا بامداد حتما میوه ها را خواهند چید و عزم کردند که مسکینان را از آن محروم گردانند. ولا يستثنون. و انشاءالله نگفتند، یعنی اگر الله خواهد نگفتند. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. پس عذاب یعنی آتش فراگیر شبانه از سوی پروردگارت بر باغ آنها فرو آمد در حالی که همه در خواب بودند. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. پس آن باغ سبز و خرم همچون شب سیاه شد و سحرگاهان یکدیگر را ندا دادند. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اگر می خواهید میوه بچینید بامدادان و کشتزار خود بروید. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. سپس به راه افتادند و آهسته به هم دیگر سخن می گفتند که امروز نباید مسکین به باغ شما درآید. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. و صبحگاهان زود توانمند، یعنی به خاطر منع بینوایان به آن باغ رسیدند که خود را بر چیدن میوه و منع بینوایان توانا می دیدند. چون باغ خود را دیدند گفتند راه را گم کردیم. پس آن هنگام دانستند که آن باغ آنهاست. گفتند بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. بلکه ما از حاصل محروم شده ایم به سبب بخلی که از ما سر زد. یکی از بهترین آنها گفت آیا به شما نگفتم چرا شکر و تسبیح الله را نمی گویید و انشاء الله نگفتید؟ قالوا سبحانك ربنا إنا كنا ظالمين. بعد از آن که به راه حق برگشتند گفتند پاک است پروردگار ما از ظلمی که به ما رسیده است، بلکه هر آینه ما بر نفس خود و قصد بدمان ستمکار بوده ایم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. پس به خاطر انشاءالله نگفتنشان و قصد بدشان آنگاه ملامت کنان به یکدیگر را آوردند. گفتند وای بر ما، هر آینه ما مردمی سرکش بوده ایم که بینوایان را منع کردیم و مخالفت امر الله برآمدیم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. باشد که به سبب توبه و اقرار گناه خود پروردگار ما در عوض چیز بهتر از آن باغ ما را دهد. هر آینه ما به پروردگار خود رای آورده ایم. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم.
این چنین است عذاب مانند عذابی که صاحبان آن باغ را مبتلا کردیم. همین گونه عذاب ما در دنیا برای کسی است که امر الله را مخالفت می کند و از خیر کردن مال بخیلی می نماید و اگر بداند عذاب آخرت بزرگتر است، البته از هر سببی که موجب عذاب است خود را برطرف می ساختند. هر آینه برای پرهیزگاران، آنان که از عذاب الله ترسیدند، با انجام دادن امرهایش و ترک نمودن من کرده هایش در نزد پروردگارشان باغ‌هایی است پر نعمت و بردوام. افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم کیف تحکمون. آیا پس ما مسلمانان را همچون گناهکاران قرار می دهیم؟ شما را چی شده است؟ چگونه داوری می کنید پس هر دو گروه را در جزا برابر خواهیم کرد؟ هیچگاه. ام لكم کتاب فیه تدرسون ان لكم فیه لما تخیرون. آیا شما را کتاب است از آسمان نازل شده که از آن می خواند و درس می گیرید که فرمان بردار مانند گناهکار است و به تحقیق در آن کتاب آنچه را انتخاب کنید برای شما نوشته شده است؟ هرگز چنین نیست. ام لكم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان لكم لما تحكمون سلهم ایهم بذلك زعیم. یا اینکه شما بر عهده ما عهد و پیمان استوار دارید که تا روز قیامت هرچی را حکم کنید حق برای شما باشد. ای رسول، از مشرکان بپرس کدام یکیشان ضامن چنین پیمان است که کافران در آخرت مانند مؤمنانند؟ ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم این كانوا صادقین. یا آنها را شریکان است که آنها را در آخرت هم مانند مسلمانان گردانند؟ اگر راست میگویند در دعوای خود پس شریکان خود را بیاورند. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. روزی که ساق برهنه و مکشوف گردد، یعنی روز قیامت وضعیت به نهایت دشوار گردد. در آن روز الله تعالی ساق خود را که به چگونگی و به چیز مانندی ندارد آشکار کند. الله تعالی برای داوری میان مردم بیاید و همه خلقها به سجده فراخوانده شوند. پس منافقان و مشرکان سجده کرده نمی توانند. یعنی در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پروردگار ما در روز قیامت ساقش را برهنه می نماید به چگونگی و هر مرد و زنی مؤمن برایش سجده می کند. ولی کسانی که در دنیا به جهت ریا و سمعه سجده می کردند می خواهند که سجده نمایند، ولی پشت آنها مانند طبق راست قرار می گیرد، یعنی قدرت به سجده کردن پیدا نمی کنند. بخاری 49:19. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. در حالی که چشمانشان از ندامت و خجالت فرو افتاده و از عذاب الله ذلت و خواری آنها را فرو گیرد و حقیقتاً که پیش از آن در دنیا در حالی که سالم بودند به سجده فراخوانده می شدند، اما آنها از روی تکبر سجده نمی کردند.
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. پس ای رسول، مرا با کسانی که این سخن یعنی قرآن را دروغ میبرارد واگذار، زیرا انتقام از آنها و جزا دادنشان بر من است. ما آنها را بزودی از آن جایی که نمیدانند اندک اندک به عذاب خواهیم گرفت، یعنی آنها را با مال و فرزندان و نعمتها زیاد خواهیم کرد و آنها پندارند که این برایشان انعام است، ولی عاقبت آن را فکر نمی کنند که این سبب هلاکی آنهاست. و املی لهم این کیدی متین. و به آنها مهلت دهم و عمرشان را دراز کنم تا گناه را زیاد کنند. البته تدبیر من تدبیر استوار است و کسی از آن رهایی ندارد. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. ای رسول، یا از مشرکان در عوض رسالت مزد می طلبی؟ پس توانی آن برایشان گرانبار است و آنها از ادای آن در رنجند. یا در ترجمه دیگر، یا از آنان مزد طلبیده و اکنون از ادای آن در رنجند، یا علم غیب نزد آنهاست پس آنها از روی آن می نویسند آنچه را که می گویند. فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. پس ای رسول، برای فرمان و حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهی یعنی یونس ابن متی علیه السلام مباش که در دعوت قومش صبر نکرد و چون سرشار از غم و اندوه بود الله را ندا کرد. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت و رحمت یعنی مراد از آن نعمت توفیق دادن یونس علیه السلام برای توبه بود از سوی پروردگارش او را در نمی یافت، یقینا از شکم ماهی به صحرای بی آب و علف پرتافته می شد در حالی که او بدحال بود. یعنی اگر نعمت پروردگارش نبود در عین بدحالی به صحرای بی آب و گیاه می افتاد. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. پس پروردگارش او را برای رسالتش اختیار کرد و او را از زمره صالحان قرار داد که نیت، اعمال و اقوالشان شایسته و درست است. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. و کافران چون قرآن را شنیدند نزدیک بود که از سبب بد دیدنشان تو را با چشمان خود بلغشانند و از روی حسد می گویند که قطعاً او دیوانه است. و ما هو الا ذکر للعالمین. و حال آن که قرآن برای جهانیان از انس و جن فقط پنده است. سوره قلم در مکه نازل شده است و از 52 آیت عبارت است. اگر ترجمان و یا ما کجای به خطا راه داده باشیم طلب دعا میکنیم که الله ما را بیامرزد.